با درود فراوان، علی بافنده هستم از تیم آموزشی بیم اسکول، اولین مدرسه تخصصی BIM در ایران. در این فیلم قصد دارم که شما را با اینترفیس نرم افزار رویت آشنا بکنم. اولین گزینه‌ای که در بحث اینترفیس مد نظر داریم اپلیکیشن منیو هستش که آیکونش به صورت شکل آر هست. در صورتی که روی اپلیکیشن منیو کلیک بکنیم گزینه‌های متفاوتی رو پیش رو خواهیم داشت که شامل نیو که از این گزینه میتونیم در ابتدا در بخش پروژکت میتونیم یک پروژه جدیدی رو شروع بکنیم. در بخش فامیلی میتونیم یک فامیلی جدیدی رو شروع بکنیم به ساختن. در بخش کانسپچوال مپس وارد محیطی میشیم که به اصطلاح میتونیم ابتدا حجم پروژه مورد نظرمون رو طراحی بکنیم، سپس از بخش کانسپچوال مپس وارد بخش پروژکت بکنیم و حجم خودمون رو تبدیل به پلان بکنیم. همچنین در بخش تایتل بلاک میتونیم برای شرکت یا دفتر خودمون یک شیت شخصی بسازیم که در پروژه های خودمون از اون استفاده بکنیم. در بخش انوتیشن سیمبل میتونیم یک سری نمادها یا سیمبل هایی رو مانند علامت شمال، کدهای ارتفاعی و الی آخر رو بسازیم. در بخش اوپن میتونیم انواع و اقسام فایل هایی که نرم افزار رویت قابلیت باز کردن اونها رو داره باز بکنیم. سیو از رو داریم، اکسپورت، سویت ورکفلو، پابلیش، پرینت و در نهایت کلوز که در مورد همه این گزینه ها یک به یک جلسه کامل رو خواهیم داشت. مورد بعدی که در مورد خود اینترفیس مد نظرمون هستش تم کلی نرم افزار هستش که میتونیم اون رو از بخش اپلیکیشن منیو، آپشن، یوزر اینترفیس و در نهایت اکتیو تم که در حال حاضر به صورت لایت هستش من اون رو به حالت دارک به این حالت که میتونیم رنگ بندی کلی نرم افزار رو تغییر بدیم. مورد بعدی که در اینترفیس نرم افزار شاهد اون هستیم کویک اکسس تولبار هستش یا دسترسی سریع به ابزارها. در این منو میتونیم که ابزارهایی که زیاد از اونها استفاده میکنیم رو به صورت سریعتر دسترسی داشته باشیم که به صورت پیش‌ورز گزینه‌هایی رو داریم. به عنوان مثال در صورت که در این قسمت کلیک بکنم میتونم اونها رو مدیریت بکنم. مثلا من اگه تیک گزینه نیو رو بردارم میبینیم که گزینه نیو از این قسمت حذف میشه که میتونم دوباره از این قسمت اون رو برگردم. مورد بعدی که وجود داره شاید من بخوام که این منو رو بر حسب نیازهای خودم سفارشی سازی کنم. به عنوان مثال من از ابزار دیوار زیاد استفاده میکنم، روش کلیک راست میکنم، کافیه اد تو کویک اکسس تولبار رو بزنم، همونطور که میبینید به این قسمت اضافه میشه. یا به عنوان مثال دور، ویندو، کامپوننت یا در بخش مودیفای یا ابزارهای ویرایشیمون من تریم ها رو به این بخش اضافه میکنم. همونطور که میبینید ابزارهایی که روشون کلیک کردیم به این قسمت اضافه شد. در صورتی که بخوایم به عنوان مثال دیوار رو حذف بکنم کافیه روش کلیک راست بکنم و remove from quick access toolbar و همین راحت. همونطور که میبینید ابزارهایی که به هم مربوط هستند رو با یک سپریتور به صورت پیش‌فرض خود نرم افزار از هم جدا کرده که ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. به عنوان مثال کامپوننت که یک ابزار قرار دادن مدل های سه‌بعدی هستش و تریم که یک ابزار ویرایشی هستش هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. برای اینکه بخوام اونها رو از هم جدا بکنم کافیه که ما بین اونها کلیک بکنم و
ات سپریتور. و همین راحتی تونستیم که یک جدا کننده اضافه بکنیم. اما ماجرا به همین قسمت ختم نمیشه. در صورتی که بخوایم مدیریت کاملی بر روی این قسمت داشته باشیم، کافیه در این قسمت کلیک بکنم، این قسمت و کاستوم کویک اکسس تولبار رو روش کلیک بکنم. وارد پنجره این میشیم که میتونیم مدیریت کاملی رو داشته باشیم. به عنوان مثال من این سپریتور انتخاب میکنم و با استفاده از موو داو اون رو به ابتدای دور میارم، یا میتونم محل قرارگیری کامپوننت رو با دور عوض کنم. اوکی. در صورتی که از این قسمت شو گلو ریبون رو کلیک بکنم، بخش کویک اکسس تولبار به این قسمت انتقال داده میشه که میتونیم فضای بیشتری رو برای قرار دادن ابزارهای مختلف داشته باشیم. یک چیز کاملا سلیقه‌ای هستش. در مرحله بعدی اینفو سنتر رو خواهیم داشت. به این قسمت میگیم اینفو سنتر. خودمون هم از بخش‌های مختلفی تشکیل شد. در صورتی که عبارتی رو در این قسمت تایپ بکنم، به عنوان مثال ورد، و از گزینه اینتر یا از این آیکون استفاده بکنم، میتونم در هلپ نرم افزار عبارت ورد رو جستجو بکنم که همه مواردی که عبارت ورد در اون وجود داره برای من نمایش میده. این از این. مورد بعدی که وجود داره، در صورتی که من بخوام این مکان رو نداشته باشم، کافیه بر روی این فلش کلیک بکنم. این است. ابزار دیگه ای که در بخش اینفو سنتر داریم کامیونیکیشن سنتر هستش که میتونیم آخرین اخبار و اطلاعاتی که خودمون مشخص کردیم رو داشته باشیم که تنظیمات اون هم از این قسمت هستش. به عنوان مثال من تنظیم کردم بر روی آپدیت شدن از هر 4 ساعت به 4 ساعت که میتونم اون رو به 1 ساعت تغییر بدم. چانل ها یا شبکه هایی که در خود اتودسک میخوایم رو میتونیم از این قسمت اد بکنیم. تنظیمات مربوط به خبرخوانمون هستش و خود خبرخوان ها که میتونیم از بخش اد خودمون هم به این قسمت اخبارهایی رو اضافه کنیم. این است. مورد بعدی بخش فیوریت هستش که میتونیم اخبار، اطلاعات و مطالبی که در خود سایت اتودسک خودمون به عنوان علاقه‌مندی اضافه کردیم رو در این بخش اضافه بکنیم. فعلا چیزی رو ندارم. در بخش بعدی من میتونم به اکانت خودم ساین یا ساین اپ بشم، یا به اصطلاح وصل بشم، یا میتونم لایسنس خودم رو مدیریت بکنم. در بخش بعدی من اتودسک اپستور رو خواهم داشت که همونطور که در فیلم جلسه اول گفتم میتونیم یک سری افزونه ها یا پلاگین هایی که مربوط میشه به نرم افزارهای مختلف شرکت اتودسک رو ازشون استفاده بکنیم. همونطور که میبینیم بعضی از اونها پولی هستن و بعضی از اونها رایگان. اوکی. و در نهایت خود هلپ رو خواهیم داشت که در صورت که روش کلیک بکنم میتونم به هلپ نرم افزار دسترسی داشته باشم. اوکی. این است. بخش بعدی که در اینترفیس نرم افزار باهاش درگیر هستیم، به این قسمت کلا میگیم
ریبون و به هر یک از این دسته‌بندی ها میگیم تب. به عنوان مثال تب آرکیتکچر، تب استراکچر، تب سیستم، اینسرت، انوتیشن و الی آخر. و به هر یک از این بخش ها که با یک سپریتور از هم جدا شدن میگیم پنل. پس شد در کل ریبون به این قسمت کلا میگیم ریبون، تب ها و در نهایت پنل ها. و به هر یک از این ابزارها میگیم تولز. در صورتی که بخوایم مدیریتی روی خود این تب ها داشته باشیم، به عنوان مثال بعضی از تب ها رو کلا نداشته باشیم یا مدیریتی داشته باشیم، کافیه از اپلیکیشن منیو، آپشن، یوزر اینترفیس میتونیم با برداشتن تیپ های مختلف تب ها اونها رو مدیریت بکنیم. به عنوان مثال من که چند تا از تب ها رو برمیدارم یا نه بخش مسین رو اجازه میدن که بمونه. اوکی، همونطور که میبینید تب های مختلف رو تونستم کنترل بکنم. این از مورد بعدی که در مورد پنل ها داریم، میتونیم با کلیک و درگ کردن هر یک از پنل ها اونها رو به صورت شناور داشته باشیم. به این حال که میتونیم حتی جای اونها رو هم تغییر بدیم. در صورتی که این گزینه رو یعنی ریتورن پنل تو ریبون رو بزنیم برمیگرده به جای خودش و همینطور به این حالت. در صورتی که دابل کلیکی رو بر روی این قسمت داشته باشیم و یا بر روی این گزینه کلیک بکنیم میتونیم خود ریبون رو از نظر اندازه و شکل آیکون هاش کنترل بکنیم. همونطور که می‌بینیم میتونیم مدیریت داشته باشیم و در نهایت آپشن بار رو خواهیم داشت. به این قسمت میگیم آپشن بار که بسته به نوع ابزاری که استفاده میکنیم این آپشن بار تغییر. به عنوان مثال در صورتی که من از وول استفاده بکنم آپشن بار مربوط به وول رو خواهم داشت. در صورتی که دور رو بزنم آپشن بار مربوط به دور رو خواهم داشت. خب همچنین Properties Palette و Project Browser رو خواهیم داشت. میشه گفت یکی از اساسی ترین بخش های نرم افزار رویت هست. از ورژن 2014 این پالت ها قابلیت شناوری رو دارن که با دابل کلیک کردن میتونم اونها رو به هر قسمت که خواستم انتقال بدم. همونطور که میبینید حالت شناوری یا میتونم اونها رو به صورت تب مانند نیز داشته باشم. تب پروژکت بروزر و تب پراپرتیز. یا در صورت که بخوام اون رو در سمت راست داشته باشم خیلی ها با این مشکل مواجه هستن که این رو میارن این بالا و میبینن که ترتیب اثر داده نمیشه. برای این کار نکته‌ای که وجود داره کافی پالت پراپرتیز رو به قسمت وسط و راست انتقال و همین راحتی که نحوه قرارگیری این بخشا هم به صورت یک چیز کاملا سلیقه‌ای هست.
نکته‌ای که در مورد خود پالت پراپرتیز یا پراپرتیز پالت وجود داره، میتونم مشخصات عنصر در حال ترسیم یا عنصر انتخاب شده و در غیر این صورت مشخصات دید جاریم رو کنترل بکنم. به عنوان مثال من از ابزار وول استفاده میکنم، روش کلیک میکنم، همونطور که میبینید میتونم مشخصات عنصر جاریم رو که در حال ترسیم هست رو تغییر بدم که خود این پنجره پراپرتیز هم از بخش‌های مختلف تشکیل شده. به این بخش میگیم تایپ سلکتور که میتونیم مشخصات تیپ مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. پراپرتیز فیلتر رو داریم که میتونیم تیپ مورد نظرمون رو فیلتر بکنیم یا تغییر. edit type properties رو داریم که میتونیم مشخصات کلی تیپ مورد نظرمون رو تغییر بدیم و در نهایت اینستنس پراپرتیز رو خواهیم داشت که میتونیم مشخصات عنصر انتخاب شدهمون یا همونطور که از اسمش مشخصه مشخصات عنصر نمونه رو تغییر بدیم. اجازه بدید با یک مثال قابلیت های این پالت رو برای شما عزیزان شرح بدم. به عنوان مثال من یک بار دیگه ابزار وول رو انتخاب میکنم. در بخش تایپ سلکتور میتونم تیپ مورد نظرم رو که میخوام از اون تیپ برای ترسیمم استفاده بکنم انتخاب میکنم. همچنین بعد از ترسیم میتونم بخشی از دیوارم رو انتخاب بکنم و یک بار دیگه از تایپ سلکتور میتونم تیپ مورد نظرم رو تغییر بدم. این است. همچنین در صورتی که دیوارهام رو انتخاب بکنم همونطور که در بخش پراپرتیز فیلتر میبینیم نوع انتخاب هام، تعداد انتخاب هام رو برای من نشون. اجازه بدین مثالم رو تکمیل تر بکنم. من میام چند تا درب رو نیز اضافه میکنم و یک پنج. در صورتی که این عناصر رو انتخاب بکنم همونطور که در بخش پراپرتیز فیلتر میبینیم تعداد عناصری که انتخاب کردم رو در مرحله اول برای من نشون میده. میتونم ببینم که 3 تا درب انتخاب کردم، 3 تا دیوار، یک پنجره و لول جاریم که لول 1 هست. این هم از بخش پراپرتیز فیلتر. اما نکته‌ای که وجود داره در صورتی که من عناصری رو انتخاب بکنم که از هم متفاوت هستن، عین همین حالتی که الان داریم که دیوار و در یا پنجره هیچ عنصر مشترکی ندارن به جز این عوامل که بین اونها یا این پارامترها که بین همه اینها مشترک همونطور که میبینید هم بخش تایپ سلکتور غیر فعال هستش و هم edit type properties. اما در صورتی که من روی دورها کلیک بکنم هم بخش instance properties فعال میشه و هم edit type properties. گفتم که از بخش edit type properties میتونیم مشخصات کلی تیپ مورد نظرمون رو تغییر بدیم و از بخش instance properties میتونیم مشخصات نمونه‌ای که انتخاب کردیم رو تغییر. اجازه بدیم با یک مثال دیگه تفاوت تغییرات در هر یک از اینها رو برای شما شرح بدم. وارد فضای سه‌بعدی خودم بشیم.
همونطور که میبینید 3 تا درب ترسیم کردم. در صورتی که روی یکی از این دردها کلیک بکنم و از بخش Instance Properties به عنوان مثال میگن که از لول 1 به لول 2 انتقال پیدا بکنم. همونطور که میبینید تغییراتی که اعمال کردن هیچ ربطی به سایر دربها نداره و صرفا شامل اون دربی شد که در حالت انتخاب داشت. یا در صورتی که 2 تا از دربها رو انتخاب بکنم از لول 1 به لول 2 انتقال بدم، همونطور که میبینید هیچ ربطی به این گزینه نداشت و صرفا اونهایی رو تغییرات توش اعمال کرد که انتخاب کرد. دوباره برمیگردونم به لول 1. یک درب دیگه ای رو هم در این قسمت تعبیه میکنم تا مثالم تکمیل تر بشه. حالا میرسیم به نحوه تغییرات از Edit Type Properties. در صورتی که یکی از درب‌هام رو انتخاب بکنم از Edit Type تغییرات رو روی اون اعمال بکنم. به عنوان مثال ارتفاعش رو من به 3000 میلیمتر یا 3 متر تغییر. همونطور که میبینید من یکی از درب‌ها رو انتخاب کردم اما تغییرات شامل همه درب‌ها میشه. اما در صورتی که بخوایم یک دربی یا مجموعه‌ای از درب‌ها از این قاعده مستثنا باشن، میتونیم با ساختن یک تیپ جدید تغییرات متفاوتی داشته باشیم. به عنوان مثال یک بار دیگه وارد Edit Type Properties میشم و از بخش Duplicate یک تیپ جدید رو میسازم با عنوان My Door. اوکی. حالا در صورتی که این درب رو انتخاب بکنم و تغییراتی روی اون بدم، همونطور که میبینید تغییرات صرفا شامل این تیپ شد، چون تیپی که من ساختم اسمش My Door بود و تیپ های دیگه با این اسم بودن. در صورتی که یکی از درب‌ها رو انتخاب بکنم و اون رو تغییر بدم از بخش تایپ سلکتور به My Door یا همون تیپی که من ساختم، همونطور که میبینید الان پارامترهای این گزینه، این 2 تا درب کاملا به هم وابسته هستن. چه من این درب رو تغییر بدم این رو تغییر بدم، هر 2 تای اینها شامل تغییرات میشه. به عنوان مثال 2500 میلیمتر و شامل عرض 1200. همونطور که میبینید هر 2 تای این درب‌ها تغییر پیدا کرد. امیدوارم که با تفاوت‌های پنجره بخش Instance Properties و Edit Type Properties آشنا شده باشید. البته من صرفاً مثالی رو زدم و در هر یک از ابزارها پارامترهای مربوط به Instance Properties و Edit Type Properties اون ابزار رو به صورت کامل آموزش خواهم. چیزی که درباره این بخش گفتم یک اصل کلی در کلیه بخش‌های نرم افزار رویت هستش، که در دیوارها، پنجره‌ها، مبلمان‌ها، ستون‌ها، سقف‌ها یا اینطور بگم کلیه بخش‌هایی که در نرم افزار رویت دارد. یعنی پس یک اصل کلی هست. این از که میرسیم بعد از پنجره پراپرتیز میرسیم به پروژکت بروزر که میتونیم سلسله مراتب طراحی خودمون رو از این بخش کنترل کنیم که بسته به تغییراتی که در پروژه میدیم میتونه ابزارها یا بخش‌های مختلف اون کمتر یا بیشتر بشه. به عنوان مثال من فلور پلان رو دارم یا پلان طبقاتم رو
سیلینگ پلان رو دارم یا پلان سقف کاذبم، 3D ویو رو دارم یا دیدهای سه‌بعدی، الیویشن هام یا نماهام، لیجند هام، متر برآوردم، شیت هام، فامیلی هام، گروپ هام و فایل هایی که به نرم افزار رویت لینک کردیم که در مورد همه بخش ها در فصول آینده توضیحات کامل و جامع رو ارائه خواهم داد. در صورتی که بر روی هر یک از اینها کلیک راست بکنیم تغییرات مربوط به اونها رو خواهیم داشت. به عنوان مثال اینجا کلیک میکنم، بروزر ارگانیزیشن رو خواهیم داشت و سرچ رو. در صورت که بر روی سرچ کلیک بکنم میتونم با سرچ کردن یک عنصری به عنوان مثال گرید همه عواملی که وجود داره با اسم گرید رو برای من نشون میده که میتونم از نکست استفاده بکنم همونطور که میبینید یا پریویو. اوکی و در نهایت کلوز. در بخش بروزر ارگانیزیشن میتونیم نحوه قرارگیری این بخش ها رو مدیریت بکنیم که در مورد این بخش هم آموزش کاملی رو در فصول آینده خواهیم داشت. همچنین در صورتی که عنصری یا چیزی رو بخوایم از این قسمت حذف بکنیم در کل حذف میشه. به عنوان مثال در صورتی که بر روی نمای شرگین کلیک بکنم و دلیت رو بزنم کلا از این بخش نیز حذف. همچنین به عنوان مثال در صورتی که من برشی رو از در بخشی از پروژم داشته باشم همونطور که میبینید در این بخش نیز اضافه میشه. این تغییرات صرفا شامل برش نیست و همونطور که گفتم شامل تمامی تغییراتی که میشه که یا سلسله مراتبی خواهد شد که ما در مراحل مختلف پروژه خواهیم داشت. یک بار دیگه برمیگردم به پراپرتیز پالت و نکاتی رو که میتونه در بالا بردن سرعت کاری شما مؤثر باشه رو برای شما عزیزان میگم. ابزار ولد رو انتخاب میکنم. همونطور که گفتم از بخش تایپ سلکتور میتونم تیپ های مورد نظر خودم رو برای انتخاب و طراحی استفاده کنم. در صورت که روی این بخش کلیک راست بکنم میتونم همین تایپ سلکتور رو هم در بخش ریبون داشته باشم و هم در بخش کویک اکسس تولبار. کلیک راست میکنم و از تو کویک اکسس تولبار همونطور که میبینید تایپ سلکتورم به این بخش نیز اضافه میشه. همچنین میتونم اون رو به ریبون هم اضافه بکنم. همونطور که میبینید کویک تایپ سلکتور رو به ریبون هم تونستم اضافه بکنم. هیچ تفاوتی نداره که چه از اینجا استفاده بکنم چه از اینجا و چه از اینجا. همچنین گزینه دیگه اضافه شده با عنوان سرچ که میتونم بین تیپ های مورد نظر خودم جستجوی داشته باشم. به عنوان مثال عبارت کرتین رو جستجو میکنم و تمامی تیپ بندی هایی که با این اسم برای من وجود داره برای من میاد. همچنین در بخش پایین تیپ هایی که اخیراً از اونها استفاده کردم رو برای من به صورت لیست میاره تا نیاز نباشه که جستجویی داشته باشه. این از مورد بعدی که در مورد مدیریت پروژه بروزر و پراپرتیز وجود داره در صورتی که به صورت عمدن یا سهواً باعث بشیم که از طریق پنجره کلوز این پالت ها بسته بشه
راه‌های مختلفی وجود داره تا اونها رو بازیابی بکنیم. اولین راهی که در مورد پنجره پراپرتیز وجود داره، کافیه در بخش دراوینگ ایریا کلیک راست بکنم و پراپرتیز رو بزنم. به همین راه اگه یک بار دیگه این عمل رو تکرار بکنم منجر میشه به بسته شدن دوباره این پالت. راه دیگه‌ای که وجود داره، میتونم از بخش مودیفای پراپرتیز رو روش کلیک بکنم. همچنین راه دیگه‌ای که وجود داره، کافیه با گرفتن کلیدهای کنترل و 1 میتونیم این پنجره رو بازیابی کنیم و همچنین هاکی دیگه‌ای که برای این پالت وجود داره تایپ کردن عبارت PP هست. و راه پنجمی که داریم با مراجعه به تب ویو، یوزر اینترفیس و پراپرتی میتونیم از این قسمت مدیریت کنیم. اما به صورت پیش‌فرض برای پنجره پروژکت بروزر تنها یک راه داریم که میتونیم با مراجعه به تب ویو و پالت ویندو یوزر اینترفیس با زدن تیک گزینه پروژکت بروزر میتونیم این قسمت رو برگردیم. اما گفتم که به صورت پیش‌فرض میخوایم یاد بگیریم که چطور برای عملکردهای مختلف در این نرم افزار هاکی هایی رو بسازیم. برای این کار مراجعه میکنم به تب ویو، یوزر اینترفیس و کیبورد شورتکات. در صورتی که عبارت پروژکت بروزر رو در بخش سرچ تایپ بکنم، همونطور که میبینید روی پروژکت بروزر کلیک میکنم. در بخش پریز نیو کیس میتونم هاکی مورد نظر خودم رو تایپ بکنم. در صورتی که به عنوان مثال هاکی رو تایپ میکنم که مربوط میشه به یک عملکرد برای یک فرمان برای من اختیاری میدی که آیا میخوای تغییراتی روش اعمال بکنم. در من گزینه کنسل رو میذارم. همونطوری که گفتم در صورتی که در بخش پراپرتیز ما کنترل 1 رو تایپ کردیم یا زدیم، پنجره پراپرتیز ظاهر. برای پروژکت بروزر هم من با زدن کلیک های کنترل و 2 میتونم و در نهایت با زدن ازاین میتونم این هاتکی رو اعمال بکنم به پروژکت بروزر. اوکی رو میزنم. حالا کنترل 2 رو میزنم. با هر بار زدن پروژکت بروزر من ظاهر و بسته میشه. این است. بخش بعدی که در اینترفیس یا با اون مواجه هستیم دراوینگ ایریا هستش. به این بخش میگیم فضای کاریمون یا دراوینگ ایریا که به صورت پیش‌فرض نماهامون رو در این بخش داریم. نمای شمالی، نمای شرقی، نمای جنوبی و در نهایت غرب. همونطور که میبینید در صورتی که من از بخش پروژکت بروزر به نماها مراجعه بکنم به صورت پیش‌فرض نماهای خودم رو داشته باشم. اما نکته‌ای که در مورد دراوینگ ایریا وجود داره، در صورتی که بخوایم نماهامون به صورت صحیح دیده بشه باید در میان این 4 تا الیویشن قرار بدیم. به عنوان مثال
من حجمی رو طراحی کنم. فعلا با نحوه ترسیم کردن دیوارها، دستها و عناصر دیگه‌ای که من ترسیم میکنم شما کاری نداشته باشید. در بخش مربوط به خودش به صورت کامل و جامع آموزش‌هاش رو خواهید داشت. وارد نمای شرقی میشم، نمای شمالی، جنوبی و در نهایت نمای غربی. اما در صورتی که من این حجم رو انتخاب بکنم و انتقال بدم به خارج از فضای دیدهای خودم، همونطور که میبینید نماهای من به درستی نشون داده نمیشه. نکته‌ای که وجود داره در مورد این الیویشن ها، همونطور که شما مستحضر هستین، من تونستم نمای غربی خودم رو ببینم، نمای جنوبی، نمای شمالی، اما اثری از نمای شرقی رو نداشت. این به این علت هستش که به صورت پیش‌ورز این نماها یا الیویشن ها حجم هایی که در مقابل روی اونها هستند تا بی‌نهایت رو میتونن پشتیبانی بکنن. اما همونطور که میبینید نمای شرقی قادر به این نیست که این قسمت رو ببینه، اما نمای غربی که به صورت نامحدود هستش دیدش میتونه این حجم رو برای من نشون بده. موردی که وجود داره در صورتی که به هر دلیل حجم ما خارج از این محدوده شد، نیاز به نگرانی نیست. کافیه که هر یک از دیدهام رو انتخاب بکنم و با کلیک و درگ کردن اونها میتونم فضای کاری خودم رو گسترش بدم. حالا در صورتی که از پروژکت بروزر بر روی نماهام کلیک بکنم میبینم که اونها رو به صورت کامل خواهد داشت. اینه نکته بعدی که در مورد خود این الیویشن ها وجود داره، در صورتی که من بخوام اینها رو مدیریتی روشون داشته باشم، کافی از تب منیج، ادیشنال ستینگ و الیویشن تگ میتونم نوع سیمبل این الیویشن ها رو تغییر بدم. به عنوان مثال من این حالت رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید الان نام الیویشن مورد نظر خودم دارم که میتونم با تایپ کردن یا تغییر نام دادن اون از بخش پروژکت بروزر اثرات اون رو در این بخش نیز ببینید. به عنوان مثال کلیکراس رینیم نمای که به صورت فارسی تایپ میکنم به این حالت. در صورتی که به هر دلیل هر یک از این الیویشن هامون پاک شدن، نیاز به نگرانی نیست. اوکی رو میزنم، کافی از تب ویو الیویشن و یک نمای جدیدی رو میتونم بسازم که با تغییر نام اون یک بار دیگه میتونم تغییرات خودم رو داشته باشم. در مورد این الیویشن ها و محدوده دیدشون در فصول آینده
توضیحات مفصل‌تری رو خواهیم داشت. اما نکته‌ای که الان در مورد این ویو وجود داره، همونطور که می‌بینید به صورت کامل نمیتونم این حجم خودم رو ببینم. این به این دلیل هستش که نوع نمایشمون رو محدود کردیم. کافیه بر روی این قسمت کلیک بکنم و از پنجره پراپرتیز میتونم مشخص بکنم که نوع محدودیت ها به صورت نامحدود میشه. به این حال به همین راحت. این عملی در پایان این جلسه آموزشی نکات دیگر رو در مورد این الیویشن ها، نحوه ساخت اونها و در نهایت از همین جلسه شروع خواهیم کرد به ساختن یک تمپلیت برای شما عزیزان. نکات رو آموزش میده. این از بخش بعدی که در مورد دراوینگ ایریا داریم. در صورتی که من بر روی این قسمت کلیک بکنم خواهم دید که تا الان تمامی پنجره هایی که روشون کلیک کردم از طریق پروژکت بروزر بسته نشدن و در پشت اینها به صورت پنهان وجود داشتن. در صورتی که بخوام هر یک از اینها رو ببندم، راهی که وجود داره میتونم با بستن اونها به صورت دستی این کار رو انجام بدم، یا نه در صورتی که بخوام همه اونها رو به یک باره ببندم راه های مختلفی داره. یکی اینکه از بخش کویک اکسس تولبار میتونم با زدن گزینه کلوز هیدن تمامی پنجره های پشتی رو به صورت یک باره ببندم. همونطور که میبینید الان هیچ پنجره بازی رو در پشت الیویشن سورت ویو نداره. یا نه همونطور که میبینید روی بخش های مختلف کلیک کردم و یک بار دیگه کلوز هیدن ویندو برای من فعال. میتونم برای بستن اونها یک بار دیگه از تب ویو بخش ویندو و کلوز هیدن در صورتی که روی این قسمت کلیک بکنم یک بار دیگه میتونم تمامی پنجره های پشتی رو به یک باره ببندم. موردی که در مورد مدیریت دراوینگ ایریا وجود داره، من الان اومدم تمامی پنجره های پشتیم رو بستم. یک بار دیگه نماهای خودم رو باز میکنم، نمای شرقی، شمالی و در نهایت سکشن. یک بار دیگه در صورت که بیام از تب ویو حالت کسکید ویندو رو بزنم که هاتی اون هم WC هستش، میتونم تمامی پنجره هایی که باز هستن رو به صورت شناور ببینم. به این حال اما در صورتی که تایل ویندو رو بزنم یا از هاتی WT استفاده بکنم میتونم به صورت همزمان پنجره های مختلف رو داشته باشم و با تغییر دادن هر یک از اونها در تمامی ویو هم تغییرات رو میتونم ببینم. به عنوان مثال من از حالت پلان تغییراتی رو روی حجمم انجام میدم. همونطور که میبینید در دیدهای مختلف میتونم به صورت کاملا محسوس تغییرات خودم رو ببینم. به این حالت یا همونطور که میبینید در تمامی پنجره ها میتونم این تغییرات رو ببینم که در مراحل مختلف پروژه
میتونه سرعت کاری شما و همچنین تجسم شما رو از پروژه افزایش بده. این از در بخش پراپرتیز و پروژکت بروزر ما یاد گرفتیم که برای عملکردهای مختلف هاتکی هایی رو بسازیم. الان میتونیم برای این عملکرد یا همون کلوز هیدن هاتکی رو بسته به نیاز خودمون بسازیم تا نیاز نباشه هر بار با کلیک کردن با این قسمت یا این قسمت عملکرد خودمون رو داشته باشیم. برای این کار یک بار دیگه تب ویو، یوزر اینترفیس و کیبورد شورتکات عبارت کلوز هیدن رو تایپ میکنم. عذر میخوام. کلوز هیدن و به عنوان مثال من هاتکی F4 رو برای این عملکرد در نظر میگیرم. الان در صورت که F4 رو بزنم همونطور که میبینید کلوز هیدن هم از این بخش و هم از این بخش غیر فعال. همونطور که میبینید ما دیگه پنجره های پشتی رو به صورت باز نداریم. این از این. نکته بعدی که در مورد خود نرم افزار وجود داره، تا الان اگه دقت کرده باشین من در نرم افزار رویت ترسیمات خودم رو به صورت 2 بعدی انجام میدم و همزمان 3 بعدی اون هم برای من ترسیم میشه. برای اینکه من به حالت 3 بعدی دسترسی داشته باشم گزینه‌های مختلفی رو پیش روم دارم. یکیش این هستش که از تب ویو 3D ویو رو روش کلیک بکنم که میتونم به حالت 3 بعدی دسترسی داشته باشم. گزینه بعدی که یا راه دیگه که دارم این هستش که از طریق پنجره پروژکت بروزر با کلیک بر روی 3D ویو 3D میتونم به دید 3 بعدی خودم دسترسی داشته باشم. اما تفاوت‌های این دو راه با یکدیگه داره. به عنوان مثال من این بخش از دیوارهای حجمم رو انتخاب کنم. یک بار از طریق تب ویو به بخش 3 بعدی میرم. همونطور که میبینید از انتخاب‌های خودم خارج شدم. و یک بار دیگه اینها رو انتخاب میکنم و از طریق پروژکت بروزر این کار رو انجام میدم. همونطور که میبینید انتخاب‌های من در این حالت حفظ. این از میتونیم برای عملکرد 3 بعدی هم هاتکی رو بسازیم. این هاتکی ها میتونه سرعت کاری شما رو و کنترل شما بر روی پروژه رو افزایش بده. برای این کار فکر کنم دیگه الان از من بهتر یاد گرفته باشین که برای ساختن هاتکی چی کار باید بکنیم. برای این کار تب ویو، یوزر اینترفیس، کیبورد شورتکات و عبارت 3D رو تایپ میکنم. 3D ویو دیفالت 3D به این حال. کسایی که از نرم افزار آرشیکد استفاده کردن میدونن که در نرم افزار آرشیکد برای اینکه از فضای 2 بعدی به فضای 3 بعدی سویچ بکنیم با زدن کلید F3 میتونیم این عملکرد رو داشته باشیم. برای همین من همون کلید F3 رو انتخاب میکنم از آن و در نهایت وارد فضای 2 بعدی میشم. کلید F3 رو میزنم. همونطور که میبینید این عملکرد برای من فعال. عوامل دیگه‌ای که در کنترل دراوینگ ایریا داریم ویو کیوب و نویگیشن بار هستش که بودن یا نبودن اینها رو میتونیم دوباره از تب ویو، یوزر اینترفیس و با برداشتن تیک ویو کیوب و یا نویگیشن بار کنترل بکنیم. دوباره فعال میکنم.
ویو کیوب صرفا در دید سه‌بعدی ما فعال خواهد بود، اما نویگیشن بار هم در دید سه‌بعدی و هم در دید دوبعدی میتونیم از مشخصات اینها استفاده کنیم. اجازه بدین نحوه کنترل کردن دیدهامون رو در فضای سه‌بعدی برای شما عزیزان شرح بدم تا برسیم به کنترل خود این ویو کیوب. در صورتی که شیفت و غلطک موس رو نگه داریم میتونیم عملیات اوربیت رو داشته باشیم به این حالت. در صورتی که خود غلطک موس رو فشار بدیم میتونیم عملکرد پن رو داشته باشیم. همچنین در صورتی که غلطک موس رو به جلو یا عقب هدایت بکنیم میتونیم عملیات زوم این یا زوم آوت رو داشته باشیم. همچنین در صورتی که از کیبورد کلیدهای کنترل و آلت رو همزمان نگه داریم و در نهایت غلطک موس رو فشار بدیم و با حرکت دادن موس به عقب و جلو میتونیم دوباره زوم این و زوم آوت رو داشته باشیم. این از این. در صورتی که کلید آلت رو نگه داریم کلید شیفت رو نگه داریم و غلطک موس رو تکون بدیم، همونطوری که گفتم عملیات اوربیت رو خواهیم داشت، اما مرکز ثقلمون دقیقا مرکز صفحه کاریمون خواهد. در صورتی که یک عنصری رو انتخاب بکنیم، به عنوان مثال من یک پنجره‌ای رو در این قسمت قرار میدم، وارد فضای سه‌بعدی میشم، همین عنصر رو انتخاب میکنم و یک بار دیگه شیفت و غلطک موس رو در صورتی تکون میدم که پنجره رو انتخاب کردم. همونطور که متوجه میشین مرکز ثقلم برای روتیت شدن این پنجره هستش. این است. در صورتی که موسمون رو بر روی نویگیشن بار نگه داریم و کلید چپ موس رو فشار بدیم، یک بار دیگه میتونیم عملیات اوربیت رو داشته باشیم. همچنین میتونیم از دیدهایی که به صورت پیش‌فرض برای ما وجود دارند استفاده کنیم. به عنوان مثال شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی رو نسبت به دیدهای مختلف میتونیم داشته باشیم. همچنین در صورت که یکی از دیدهای دوبعدی رو انتخاب کنیم، به عنوان مثال دید تاپ رو انتخاب میکنم، میتونیم حرکت به سمت چپ و راست رو هم داشته باشیم. این از همچنین در صورتی که دیدی رو مد نظر داشته باشیم، به عنوان مثال به این حالت، و بخوایم این دید رو به عنوان یک ویوی سه‌بعدی سیو بکنیم، کاری که باید انجام بدیم کافیه که بعد از مشخص کردن دیدمون بر روی ویو کیوب کلیک راست کرده و سیو ویو رو بزنیم. یک اسمی میتونیم بنویسیم و اوکی. در صورتی که میبینید میتونیم دیدهای مختلف رو سیو بکنیم. همچنین در صورتی که دید خودمون رو به حالتهای متفاوتی تغییر بدیم و خواستیم به حالت پیش‌فرضش برگردیم، میتونیم با آوردن موس به روی ویو کیوب و زدن گزینه هوم به دید پیش‌فرضمون برگردیم. در صورتی که بخوایم خود این دید پیش‌فرضمون رو هم تغییر بدیم، کافیه پس از مشخص کردن دیدمون بر روی ویو کیوب کلیک راست کرده و با زدن set current view از هوم میتونیم این دید رو به عنوان دید هوممون مشخص کنیم. به عنوان مثال تغییر میدم، یک بار دیگه هوم رو میزنم، برمیگرده به دیدی که من خودم مشخص کردم. یا اجازه بدین برای اینکه توضیحاتم رو تکمیل تر بکنم یک مثال دیگه بزنم.
اینها رو پاک میکنم. یک حجمی رو یک بار دیگه ترسیم. همچنین دیوارهای داخلی در پا صرفا حجمی که طراحی میکنم فقط و فقط به عنوان یک مثال هستش و کاری با درست و غلط بودن این پلان نداره. سقفمون رو هم قرار میدم. برشی رو یا مقطعی رو از بخشی از حجمم میکشم. وارد فضای سه‌بعدی در صورتی که بر روی ویو کیوب کلیک راست بکنم، نکته‌ای که در ابتدا لازمه که بدونید با برداشتن تیک شو کامپس میتونیم کامپسی که اینجا داشتیم رو برداریم به این حالت. همچنین در صورتی که بر روی اورینت تو ویو و در صورتی که بر گزینه‌های اورینت تو ویو مراجعه کنیم می‌بینیم که پلان رو خواهیم داشت، نماها، مقطعمون و دید سه‌بعدی. همونطور که میدونید پلان برش فرضی هستش از 1/3 یا 2/3 ارتفاع ساختمان. در صورتی که من بر روی فلور پلان و لول 1 خودم کلیک بکنم، پلان خودم رو میتونم به صورت سه‌بعدی ببینم به این صورت. همچنین در صورتی که بخوام نماهای خودم رو داشته باشم، میتونم در دید سه‌بعدی هم دیدهای خودم رو کنترل بکنم. شاید بگین که برای مراجعه به نماهان کافی که بر روی از طریق پروژکت بروزر بر روی الیویشن ها کلیک بکنم. درسته، از این طریق هم میتونیم به نماهای خودمون دسترسی داشته باشیم، اما از طریق ویو کنترل بار در الیویشن ها نمیتونیم رندر بگیریم، یا همونطور که میبینیم عملیات رندر در نماها غیر فعال هستش. برای اینکه ما بتونیم از نماها رندر بگیریم، در مورد رندر و ویو کنترل بار در جلسات آینده توضیحات خواهم. برای اینکه ما بخوایم از نماهای خودمون رندر بگیریم، از این طرف میتونیم استفاده بکنیم. به عنوان مثال من نمای شرقی خودم رو کلیک میکنم. الان میتونم از پنجره رندر استفاده بکنم. این است. مورد بعدی که در اورینت تو ویو وجود داره سکشن هستش. به این حالت که من میتونم مقطع خودم رو به صورت سه‌بعدی داشته باشم. به این حالت که با یک کلیک و همین راحتی میتونم سکشنی که ترسیم کردم رو به صورت سه‌بعدی داشته باشم. به خود این حجم به این خطوط هم میگیم سکشن باکس، که برای اینکه از این حالت به حالت پیشفرض خودمون برگردیم، در صورتی که هیچ عنصری انتخاب نباشه، با برداشتن تیک سکشن باکس میتونیم به حالت پیشفرض خودمون برگردیم. و در نهایت
خودمون هم میتونیم سکشن باکس رو بر اساس نیازهای خودمون ترسیم بکنیم. به این حالت که تیکش رو میزنم، میتونم با تغییر دادن این فلش ها سکشن باکسی رو بر اساس نیازهای خودم داشته و با برداشتن سکشن باکس هم میتونم به حالت پیش‌فرض خودم برگردم. گزینه‌های مختلفی رو از ویو کیوب داریم که برای اینکه به بحث‌های حاشیه‌ای وارد نشم لازم میدونن که در جلسات مختلف در صورتی که به گزینه‌های مختلف این بخش نیاز بود اینها رو توضیح بدم. این از بخش بعدیمون نویگیشن بار هستش که همونطور که گفتم هم در دید 3 بعدیمون و هم در دید 2 بعدیمون میتونیم از این نویگیشن بار استفاده کنیم. مورد اولی که در مورد نویگیشن بار وجود داره این هستش که در صورت که روی این بخش کلیک بکنیم میتونیم ابزارهای مختلفی رو به صورت یکجا داشته باشیم. اولین گزینه‌ای که داریم زوم هستش که دقت کنیم برای اینکه از این بخش استفاده بکنیم باید روی این بخش کلیک و درگ بکنیم. موسم رو عقب و جلو میکنم و عملیات زوم این و زوم اوت رو خواهم داشت. عملیات اوربیت، پن، ریوایند که مجموعی از دیدهایی که تا کنون داشتم رو برای من نشون میده. همچنین حالت سنتر رو خواهم داشت که میتونم مرکز ثقلم رو برای عملیات اوربیت مشخص بکنم. همونطور که میبینید اوربیت هم بر اساس این نقطه صورت میگیره. حالت لوک رو خواهم داشت که شبیه سازی از تغییر صورت انسان هستش که میتونم صورتم رو برگردونم به این طرف. این از این. مورد بعدی آپ اند داون هستش که میتونم دیدم رو به بالا و پایین هدایت بکنم. حالت بعدی وک هستش که عملا در دید 3 بعدی هیچ استفاده ای از این حالت نمیتونم بکنم. برای این کار من دوربین رو قرار میدم و میتونم از نویگیشن بار اینجا هم استفاده بکنم. هاتکی این هم شیفت و دبلیو هستش که میتونم ازش استفاده بکنم. حالت وک رو میزنم، میتونم حالت قدم زدن رو شبیه سازی بکنم که همچنین همونطور که در پایین هم نوشته میتونم از کلیدهای جهت‌ها از طریق کیبورد هم استفاده بکنم. عقب، بالا، پایین، چپ و در نهایت راست. همچنین حالت لوک و آپ اند داون. این است. میرسیم به بخش دیگری از نویگیشن. برای این توضیح دادن این حالت بهتر میدونم که از دید 2 بعدی خودم استفاده کنم. اولین گزینه‌ای که اینجا داریم زوم این ریجن هستش که من محدوده ای رو مشخص میکنم و عملیات زوم کردنم صرفا در اون بخش انجام میشه. این از در صورت که زوم آفت تو ایکس رو بزنم اون مرحله زوم آفت میشه برای ما. این از این. مورد بعدیم زوم تو فیت هستش. به این حالت که در صورت که بر روی این حالت کلیک بکنم حجم من رو، ترسیمات من رو فیت میکنم. این از این. مورد بعدی زوم اول تو فیت هستش که به این حالت که در صورتی که من دیدهای مختلفی داشته باشم و از حالت WT یا تایل ویندو استفاده میکنم، در صورت که بر روی یکی از اونها زوم اول تو فیت رو بزنم تمامی دیدهام رو به حالت فیت در میاد.
این از این. در نهایت زوم شیت سایز رو داریم که عملیات زوم کردن من رو بر اساس سایز شیت هم انجام. در بخش شیت بندی یک بار دیگه این تنظیمات رو اونجا هم توضیح خواهم داد و در نهایت پریویو پنزوم رو خواهیم داشت که میتونیم برگردیم به حالت قبلی از نظر زوم کردن و پن کردن و حالت بعد. این از این پنجره ها رو میبندم، وارد فضای دو بعدی میشم. مورد بعدی که در مورد خود دراوینگ ایریا وجود داره و بحث انتخاب ها، در صورتی که من موسم رو بر روی بخشی از ترسیماتم بیارم، در ابتدا به یک رنگی در میارم. در صورتی که من روی همون اونطور کلیک بکنم میتونه به رنگ دیگه‌ای در بیاد و همچنین حالت نیمه شفافی بهش دست. و همچنین در صورتی که در بخشی از ترسیماتم دارای ایرادی باشه، خود نرم افزار از طریق هشداری برای من آلارم میده. به این حالت که دو تا دیوار رو میندازم روی هم، خود نرم افزار این اخطار رو برای من میده. برای اینکه بتونیم این رنگ ها رو کنترل بکنیم، کافیه از اپلیکیشن منیو، آپشن، بخش گرافیک، در ابتدا میتونم سلکشن های خودم رو مشخص بکنم. به این حالت من میگم عناصری که انتخاب میکنم همین رنگ آبی پیش‌فرضش باقی داره. پری سلکشن یا قبل از انتخاب ها به رنگ به این حالت در و همچنین هشدارها به رنگ قرمز. حالا پری سلکشن یا قبل از انتخابم به رنگ صورتی هستش، بعد از انتخاب به حالت آبی در میاد و هشدارها به رنگ قرمز. این از این. همچنین در صورتی که بخوام این حالت نیمه شفاف رو دیگه نداشته باشم، یک بار دیگه از اپلیکیشن منیو، آپشن، گرافیک میتونم با برداشتن تیک سمی ترانسپرنت این حالت رو غیر فعال بکنم که پیشنهاد میکنم که این تیک رو بذاریم واقفه. همچنین رنگ خود بک‌گراند رو هم میتونیم تغییر بدیم. به این حالت که فکر میکنم یکی 2 ساعت اگه تا این حالت کار بکنید دوچار جنون میشه. خب این از این. فکر کنم همون رنگ سفید بهتر از همه باشه. این رو هم نکته بعدی که وجود داره، در صورتی که عنصری رو انتخاب بکنم، اندازه هایی رو به صورت پیش‌فرض برای من نشون میده که با تغییر دادن این اندازه ها میتونم اندازه های اون رو تغییر بدم یا به این حالت. در صورتی که بخوام مدیریتی روی این اندازه های موقت داشته باشم یا همون تمپوری دایمنشن ها، یک بار دیگه مراجعه میکنم به اپلیکیشن منیو، آپشن، گرافیک و سایز اونها رو به مثلا حدودا 12 تغییر میدم. اوکی. همچنین در صورت که دقت بکنین پشت این تمپوری دایمنشن ها به حالت ترانسپرنت هستش یا نیمه شفاف، یعنی من میتونم پشت این اعداد رو ببینم. در صورتی که از طریق اپلیکیشن منیو، آپشن و گرافیک این حالت رو بر روی اوپک قرار بدم یا مات، همونطور که میبینید الان دیگه نمیتونم پشت این نوشته ها رو ببینم. پیشنهاد میکنم به همون حالت پیش‌ورد خودش بسنده بکنم. این از
مورد بعدی که در مورد یوزر اینترفیسمون داریم، از طریق تب ویو اگه یوزر اینترفیس رو بزنیم، در حالت پروژکت هم میتونیم به ریسنت پیج خودمون دسترسی داشته باشیم که اگه تیکش رو بزنیم میتونیم یک بار دیگه مراجعه بکنیم به پنجره ریسنت پیجمون که با زدن کلیک های کنترل تب میتونیم برگردیم به حالت پروژکت. این از نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، در صورتی که از طریق اپلیکیشن منیو، آپشن و گرافیک پوزش میخوام یوزر اینترفیس تیک enable recent file page at startup رو اگه تیکش رو بردارم، نرم افزار رو یک بار میبندم و یک بار دیگه باز میکنم. منتظر میمونیم تا باز بشه. همونطور که میبینید نرم افزار باز شده، اما پنجره ریسنت پیج رو در ابتدای خود نرم افزار نخواهید داشت. پیشنهاد من این هستش که این تیک رو هم به حالت پیش‌فرض خودش بذاریم باقی بده. این از این یک بار دیگه باز میکنم. طبق معمول از تمپلیت دیفالت متریک خودم استفاده میکنم و به این حال. بخش بعدی که از یوزر اینترفیس نرم افزار لازمه که بدونیم، به این قسمت میگیم ویو کنترل بار که میتونیم مشخصات دید جاریمون رو کنترل کنیم. نکته که در مورد ویو کنترل بار لازمه بدونید، در هر دیدی ابزارهای این بخش میتونه تغییر پیدا کنه. به عنوان مثال وارد فضای سه‌بعدی خودم میشم. همونطور که میبینید ابزارهای مختلفی داره و در نهایت در بیت‌های مختلف ابزارهای متفاوتی خواهیم داشت و به این قسمت میگیم استیتوس بار یا نوار فرمان که میتونیم از طریق ویو یوزر اینترفیس میتونیم بخش‌های مختلف خود این استیتوس بار رو هم کنترل بکنیم. به عنوان مثال اگه تیکش رو بردارم کلا استیتوس بارم حذف میشه، در صورتی که تیک ورک ست رو بردارم فضای ورک ست هم بسته میشه و در نهایت دیزاین آپشن هم میتونم فعال یا غیر فعال بکنم. این از خب یه جنبندی کلی در مورد آموزش های این جلسه داشته باشیم. ما اومدیم بخش های مختلف یوزر اینترفیسمون رو با هم بررسی کردیم. نکاتی رو در مورد کنترل دراوینگ ایریا بهتون گفتم، در مورد نماها، ساخت هاتکی ها، کنترل بهتر دیت هامون در پروژه، باز و بسته کردن اونها، تغییراتی در مورد خود بخش آپشنمون گفتم، یوزر اینترفیسمون، گرافیکمون و الی آخر. در ابتدای آموزش این قسمت هم در مورد این الیویشن ها حرف زدیم و بهتون گفتم که میتونیم از طریق بخش منیج ادیشنال ستینگ نوع سیمبل این بخش هم رو تغییر بدم. به عنوان مثال گفتم که در صورتی که به حالتهای مختلفی تغییر بدیم
میتونیم نمادهای مختلفی داشته باشیم. اما در هر پروژه‌ای نیازه که ما این تغییرات رو انجام بدیم. اگه فیلم جلسه اولمون رو به دقت مشاهده کرده باشین، من توضیحات کاملی در مورد تمپلیت و اینکه تمپلیت در حقیقت تنظیمات از پیش تعیین شده‌ای هستش که برای انجام یا شروع یک پروژه از قبل آماده کرد. خب از این جلسه ما با هم تمپلیتی رو میسازیم و هر جلسه نسبت به مطالبی که میگم بهتون یاد میگیریم که این تمپلیت رو تکمیل و تکمیل تر بکنیم تا در آخر این دوره آموزشی ما به یک تمپلیت کامل و جامع دسترسی داشته باشیم. برای ساختن تمپلیت، یعنی پروژکت خودم رو میبندم، از طریق اپلیکیشن منیو نیو میتونم پروژکتم رو شروع بکنم و یا از همین تمپلیت ها میتونم استفاده بکنم. برای اینکه ما تمپلیتمون رو از صفر هم شروع نکنیم به ساختنش، من از همین تمپلیت دیفالت خود نرم افزار استفاده میکنم. میتونم تنظیماتی رو بر روی الیویشن مارکویر ها انجام بدم و همین رو به عنوان یک تمپلیت ذخیره میکنم تا هر بار که نرم افزار رو باز میکنم با مراجعه به تمپلیتی که ساختم از این گزینه که نیاز نباشه که بیام به این حالت تغییر بدم. اما نکته‌ای که وجود داره، ما نمیخوایم از سیمبول های آماده استفاده بکنیم. در این بخش از آموزش هم من قصد دارم که نحوه ساخت سفارشی این الیویشن ها رو برای شما عزیزان آموزش بدم. نکته‌ای که وجود داره، این بخش از آموزش ها شاید برای کسانی که تازه نرم افزار رویت رو شروع کردن به یادگیریش مناسب نباشه یا گم باشه. ولی خب شاید در ابتدا سخت باشه، اما بعد از یادگیری کلی آموزش های بنده میتونم به جرئت بگم که در نرم افزار رویت هیچ محدودیت برای شما عزیزان وجود نخواهد داشت. خب با اجازهتون این صفحه رو میبندم. در ابتدا یاد میگیریم که این سیمبل رو چطور بسازیم و چطور وارد تمپلیتی بکنیم که خودمون ساخت. از اپلیکیشن منیو نیو تملی رو میزنم. از بخش انوتیشن ها میتونم در ابتدا میتریک الیویشن مارک پوینتر رو انتخاب بکنم، یا از این قسمت یا میتونم نیرو رو بزنم، انوتیشن سیمبل رو بزنم و از طریق این قسمت این کار رو انجام. باز هم تکرار میکنم، شاید این بخش از آموزش ها برای کسانی که تازه نرم افزار رویت رو شروع کردن مناسب نباشه، پس لزومی نداره که این بخش از آموزش رو حتما به صورت کامل یاد بگیرید. بعد از ورود به فامیلی مورد نظرم، توضیحاتی رو در مورد نحوه استفاده از این فامیلی برای من به صورت پیش‌فرض خود نرم افزار نوشته. نیازی ندارم به این حالت و اون رو پاک میکنم. از طریق بخش کرییت لاین میتونم ترسیمات خودم رو شروع بکنم که واحد پیش‌فرض در کلیه فامیلی ها به صورت میلیمتر هستش. من تایپ میکنم 10 میلیمتر، 10 میلیمتر، 10 این از این 20 به این حالت.
رو هم که هایک میکنم. اوکی. برای اینکه خب این الیویشن مارکینگ رو تکمیل تر بکنیم نیاز داریم که عواملی رو به صورت پارامتر شده در این فامیلی خودمون داشته باشیم. نکته بعدی که میخوام بدونید در صورتی که ما پارامتری رو از طریق تکست وارد بکنیم صرفا به صورت نوشته خواهد بود، اما در صورتی که پارامتری رو از طریق لیبل وارد این بخش بکنیم به صورت اتوماتیک نسبت به پروژه‌مون آپدیت میشه. من در این قسمت میخوام که اسم دید جاریمون یا اسم نمای مورد نظرمون رو داشته باشیم. برای این کار لیبل رو میزنم و ویو نیم رو انتخاب کنم و تیک wrap between parameter only رو میزنم. اوکی، محلش رو تغییر میدم. برای اینکه خود نوشتم رو مدیریت داشته باشم از طریق edit type رنگ نوشتم رو به همون حالت مشکی در میارم. بک‌گراندم میگم به حالت نیمه شفاف باشه. لیدر بوردر آفست رو بر اساس اندازه 0 قرار میدم. میتونم اندازه نوشتم رو تغییر بدم که من بر روی اندازه 2 قرار میدم. اوکی، این است. همچنین در بخش پایینش من میخوام که شیت نامبرم رو داشته باشم. دوباره وارد edit تایپمون میشیم که میتونیم خود نوشته رو مشخصات نوشتم رو از این بخش کنترل بکنم. حالت ترانسپرنتی اندازه 0 سایزش بزرگه روی عدد 2 قرار میدم و محلش رو مشخص. همچنین یک بار دیگه از لیبل استفاده میکنم و شیت نامبر رو اد میکنم تا نسبت به پروژه شیت نامبرم به صورت اتوماتیک آپدیت بشه. این از در این بخش هم من میخوام که دیتیل نامبرم رو داشته باشم. و در نهایت اوکی. نکته ای که وجود داره من از این دیتیل نامبر که یک بار اد کردم یک کپی دیگه در این قسمت میگیرم. برای کپی گرفتن در نرم افزار رویت راه های مختلفی داریم که در بخش مودیفای تمامی اونها رو آموزش میدم، اما سریعترین راهی که میتونیم از یک عنصر کپی بگیریم با نگه داشتن کلید کنترل و درگ کردن اون میتونیم کپی رو از اون داشته باشیم. این از همچنین میخوام که بسته به نیاز خودم این قسمت رو به صورت توپر و رنگی داشته باشم. برای این کار از تب Create Fill Region رو میزنم. اوکی، و این از یکی از این نوشته هام رو میخوام به رنگ سفید داشته باشم و یکی از اونها رو به رنگ مشکی، که در صورتی که این فیل ریجنم
به حالت مشکی در صورتی که بود این نوشته من به صورت سفید باشه و در غیر این صورت نوشته من به رنگ مشکی نمایش داده باشه. به این حالت که از نوشته خودم از طریق edit type duplicate رو میگیرم با عنوان white text و رنگ اون رو به سفید تغییر میدم. و همچنین یکی از نوشته هام رو یک بار دیگه داپلیکیت میگیرم با عنوان black text و این هم از این حالت. برای اینکه بودن یا نبودن این پارامترها رو کنترل بکنیم میتونیم از پارامتر ویزیبل استفاده بکنیم. میتونم با دادن فرمولی مشخص بکنم که بسته به نیازهای من در کدوم تنظیمات باشه و در کدوم تنظیمات نباشه. در مورد فرمول نویسی و فامیلی ها و پارامترها در بخش فامیلی ها به صورت کاملا آکادمیک فرمول نویسی و نحوه استفاده از فامیلی ها رو آموزش خواهم. خب نوشته خودم رو انتخاب میکنم. نوشته سفید رنگم رو در بخش ویزیبل با دادن پارامتر جدیدی به عنوان white text و همچنین black text همچنین برای این فیل ویژن میخوام فیل یک بار دیگه تکست و گروه پارامتر رو هم بر روی حالت ویزیبل قرار میدم. در بخش ویزیبل خط میانین رو میخوام به صورت پارامتر داشته باشم و در نهایت شیفت نامبر هر دوتای اونها رو با استفاده از کلید کنترل انتخاب میکنم و نامبر اوکی. این از مرحله اول پارامترها. حالا میخوایم که تیپ های مختلفی رو با استفاده از این پارامترها داشته باشیم. محل این نوشته ها رو هم تغییر میدم و به مرکز این قسمت از elevation mark هم تغییر میدم. برای این کار از فامیلی تایپ میتونم تایپ های مختلفی رو بسازم. با تکست رو هم ویرایش میکنم و اون رو هم به دسته ویزیبیلیتی تغییر میدم. این از اولین حالتی که من از این الیویشن مارک هم میخوام صرفا میخوام که ویو نیم هم فقط نمایش داده باشه. ویو نیم. حالت بعدی که میخوام ویو نیم and view یعنی همین نوشته باشه و هم این حالت توپو. حالت بعدی من میخوام که view name
and sheet numberم رو داشته باشه. حالت بعدی که میخوام view name and number and field. همچنین view name and sheet number and this type number. و حالت بعدی name and sheet number and number and اوکی. بعد از مشخص کردن اینها، از طریق این پارامترها باید اونها رو مدیریت بکنیم. در بخش ویو نیمی که ساختم، من صرفا میخوام این ویو نیم تیکش فعال باشه. در بخش ویو نیم اند فیلد، همونطور که نوشتم، ویو نیم رو میخوام به اضافه فیلد. ویو نیم اند شیت نامبر رو میخوام به این حالت. در بخش بعدی ویو نیم، شیت نامبر اند دیتیل نامبر که همگی اونها رو خواهم داشت به جز حالت فیلد و وایت تکست. ویو نیم، شیت نامبر اند دیتیل نامبر اند فیلد، یعنی همگی اینها رو دارد به جز نوشته سیاه. و در نهایت view name and sheet number and field. یعنی من نوشته های سفید و سیاه هم رو در این حالت نخواهم داشت. اوکی، این از اینجا. مرحله اولیه ساخت elevation مارک هم تموم میشه. باید ابتدا این فامیلی رو سیو بکنم. سیو از فامیلی این آندرلاین که مخفف حالت متریک هستش. آندرلاین دقت کنید که تعداد بکاپ ها بر روی عدد 1 باشه. این از مرحله اول ساخت فامیلی. حالا لازمه که از یک فامیلی دیگه هم کمک بگیرید که برای این کار از بخش انوتیشن سیمبل متریک الیویشن مارک بادی رو انتخاب میکنم. نوشته‌ای که در مورد توضیحات استفاده است فامیلی هستش رو پاک میکنم. با استفاده از کلیدهای کنترل و تب برمیگردم به پنجره قبلی خودم و لود اینتو پروژکت رو میزنم. فامیلی که در بخش قبلی ساختیم وارد فامیلی جدیدمون کردیم. در ابتدا از بخش لیبل پارامتری رو برای مدیریت خود این فامیلی میسازم به عنوان مارک تایپ و در بخش گرافیک ها قرار. این از این. برای اینکه در هر ویو کاری بکنم که خود این الیویشن مارک ها به صورت اتوماتیک روتیت بشن، به این حالت درش میارم. ابتدا در مرکز قرارش میدم و به اندازه 10 میلیمتر
تغییرش و روتیتی رو از اون در 4 جهت مختلف میگیرم. دقت کنید در مورد مودیفای ها و ابزارهای مختلف توضیحاتی رو خواهیم داشت، یعنی آموزش کاملشون رو خواهیم داشت. از طریق میرور گرفتم این بخش میرور رو میگیرم و به این خب حالا لازمه که پارامترهایی که در فامیلی گبلی رو ساختیم و این قسمت نیز بازنمایی کنیم. برای این کار از طریق فامیلی تایپ حالتهای مختلفی از اون رو باید بسازیم. برای این کار یه دونه ویو نیم داشتیم، ویو نیم and شیت نامبر رو داشتیم، یه دونه ویو نیم and شیت نامبر and دیت تایپ نامبر رو داشتیم، ویو نیم and field رو داشتیم، view name and sheet number and the type number and field رو داشتیم. بذاریم ببینم درست ساختم یعنی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ببینم کدوم رو فراموش کردم. و در نهایت view name and sheet number and field رو خواهیم داشت. حالا نسبت به اینها باید همدیگر رو تطابق بدیم. در حالت اول یا تایپ نیم هم که بر روی ویو نیم هستش مشخص میکنیم که بر روی این حالت باشه. حالت بعدی view name and field، view name and field، view name and sheet number مشخص میکنه بر روی view name and sheet number، view name and detail number، حالت بعدی که کامل ترین حالتمون هستش و در نهایت حالا در صورت که نگاه بکنیم من قرار میدم بر روی ویو نیم اوکی رو میزنم، خودش تغییر میکنه بر روی حالت view name and detail number اپلای میکنم، همونطور که میبینیم خودش آپدیت میشه. view name and sheet number هم نکته‌ای که من اشتباه کردم با زدن گزینه‌های کنترل و تب از طریق پارامترها
تیک وایت تکست رو میزنم و یک بار دیگه لودینگ تو پروژکت رو میزنم و رو نمایی میکنم. بیونه مدشیت هم برم و در نهایت اوکی. حالا خود این فامیلی رو لازمه که یک بار دیگه سیو از بکنم. M underline elevation mark body آپشنش رو بر روی عدد 1 قرار میدم و سیوش میکنم. خب حالا یک پروژه‌ای رو باز میکنم، از همین تمپلیت دیفالت متریک هم استفاده میکنم. در صورتی که بخوام اون تمپلیت هم اون فامیلی که ساختم بارگذاری بکنم بر روی این تمپلیت، میتونم از طریق تب اینسرت لود فامیلی جایی که سیو کردم رو انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم، خودش به صورت اتوماتیک در بخش مربوطش قرار میگیره که میتونم از طریق منیج additional setting elevation tag میتونم به مارک هایی که ساختم دسترسی داشته باشم. در بخش تمپلیت ها تمپلیت رو با عنوان بیم اسکول و تعداد بکاپ عدد 1 ذخیره سیو. پروژکتم رو میبندم، اینها رو دیگه نیازی نداریم، سیوشون میکنم. این فامیلی ها و تمپلیت ها رو درون فایل آموزشی این جلسه برای شما قرار میدم. برای اینکه اون تمپلیتمون رو هم در این قسمت داشته باشیم، همونطور که در جلسه اول بهتون گفتم، از اپلیکیشن منیو آپشن فایل لوکیشن اد ولیو میتونم بیم اسکول رو اضافه بکنم. حالا در صورت که روی این تمپلیت کلیک بکنیم، همونطور که میبینیم تمپلیت من با این مارکیه ها فعال هست. برای اینکه این تمپلیتمون رو هم آپدیت بکنیم کافیه به عنوان مثال من نام نماهام رو به این حالت تغییر. اوکی. و دوباره یک بار دیگه سیو از تمپلیت رو میزنم بر روی همون تا آپدیت بشه. در صورت یک بار دیگه باز بکنم، همونطور که میبینید دیگه نیازی نیست که این کار رو بکنم. اوکی. امیدوارم که تا اینجای آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.